به نام خدا. سلام شاگردای بسیار نازنین، همتان خوب و صحتمند و سالم هستین؟ بله. همگی بخیر آمده به صنف؟ بله. بسیار عالی. خوش آمدین به یک درس دیگه ما در مضمون فیزیک صنف نهم. ما در درس‌های قبلی چند درسی را مربوط به مضمون فیزیک صنف نهم با هم دیگه خوانده بودیم. در این درس روی مثال‌هایی که از درس قبلی باقی ماند کار می‌کنیم و مثال‌هایی را در قالب فرمول سرعت حل می‌کنیم. شاگردای بسیار نازنین، آیا درس سرعت را در خانه تکرار کردین؟ بله استاد. بسیار عالی. حالا که میگین درس سرعت را در خانه تکرار کردیم، و ما کسی میتونه فرق بین سرعت و تیزی را بگویه که چی هست؟ سرعت عبارت از یک کمیت وکتوری هست و تیزی یک کمیت اسکالری است. کمیت وکتوری و اسکالری یعنی چی؟ کسی به خاطر داره؟ بیاین که با هم بگوییم. سرعت که کمیت وکتوری هست، یعنی در سرعت بر علاوه که ما سرعت یک جسم، مقدار سرعت یک جسم را باید بدانیم، باید جهت سرعت را هم بفهمیم که سرعت به کدام جهت است. آیا هم جهت با تغییر موقعیت است یا مخالف جهت با تغییر موقعیت است؟ آیا زمانی که تغییر موقعیت ما به طرف شرق هست، تغییرات سرعت هم جهت با تغییر موقعیت ما هست یا نه؟ پس از سرعت بر علاوه مقدار، جهت او هم بسیار مهم است. اما در تیزی فقط مقدار یا تیزی یک جسم را از لحاظ مقدار قابل ارزش می باشه به ما و جهتش معمولا قابل بحث در تیزی نیست. به همین خاطر تیزی را میگیم یک کمیت اسکالری هست، یعنی تنها مقدارش مهمه. مهم نیست که بفهمیم آیا هم جهت با تغییر موقعیت ما هست یا نه. شاگردای بسیار نازنین، ما در درس قبلی فرمول سرعت را خوانده بودیم و گفته بودیم که سرعت عبارت از تغییرات موقعیت در مدت زمانی که همین تغییرات در بر میگیره هست. در فرمول سرعت گفته بودیم V مساوی هست به AB بر دلتا T. چی گفته بودیم؟ گفته بودیم V مساوی هست به AB بر دلتا T. AB را تغییر موقعیت گفتیم، یعنی که یک جسم چقدر فاصله را تغییر موقعیت داده و دلتا تی تغییرات زمانه به ما بیان میکنه که همین تغییر موقعیت چه زمانی را در بر گرفته. همین قسم گفتیم واحد سرعت عبارت از متر بر ثانیه می باشه، یعنی که فاصله یا تغییرات فاصله توسط متر اندازه گیری میشه و زمان یا تغییرات زمان توسط ثانیه. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. شاگردای بسیار نازنین، عنوان درس امروز ما عبارت از حل سوالات سرعت می باشه. این درستان شامل صفحه 7 کتابتان می باشه. خب شاگردای بسیار نازنین، در یک مثال در کتابتان آمده که رضا از نقطه A الی نقطه B به اندازه 3 کیلومتر راه را طی میکنه. چی میکنه رضا؟ بیاین بگوییم که فاصله نقطه A الی نقطه B، تغییرات فاصله ما عبارت از 3 کیلومتر هست. و همین قسم مدت زمانی را که همین تغییرات فاصله در بر میگیره، یعنی دلتا تی، یا میتونیم بگوییم رضا همین فاصله را در زمان 1.5 ساعت طی میکنه. از ما خواسته سرعت رضا را دریافت کنیم. بیاین که سرعت رضا را دریافت کنیم. ما میفهمیم که واحد سرعت چی هست؟ متر بر ثانیه. پس ابتدا باید فاصله را به متر تبدیل کنیم، زمان را هم به ثانیه تبدیل کنیم. با خاطر تبدیل کردن فاصله به متر، کیلومتر به متر، ما میفهمیم که 1 کیلومتر ما مساوی به 1000 متر است. به این خاطر 3 را باید ضرب 1000 کنیم. 3 ضرب 1000 میشه 3000 متر. تانستیم بفهمیم که 3 کیلومتر ما 3000 متر هست. و همین قسم با خاطر که ساعت را به ثانیه تبدیل کنیم، باید ابتدا 1.5 را ضرب 60 کنیم و دوباره ضرب 60 کنیم. چرا؟
چون اول باید ضرب 60 کنیم به دقیقه تبدیل شود، بعد دوباره ضرب 60 کنیم تا به ثانیه تبدیل شود. خب شاگردای نازنین، ما این را میفهمیم که یک ساعت 60 دقیقه است و هر دقیقه 60 ثانیه است. بدان وقتی که ما میخوایم ساعت را به ثانیه تبدیل کنیم، ابتدا به دقیقه تبدیل میکنیم، بعدا دقیقه را به ثانیه تبدیل میکنیم. وقتی که 1.5 ضرب 60 ضرب 60 شود میشه 5400 ثانیه. خب شاگردای نازنین، بیاین که سرعت را پیدا کنیم. فرمول سرعت ما چی بود؟ V مساوی هست به AB بر دلتا T. بیاین که قیمت ها را در فرمول جاگزین کنیم. V مساوی هست به قیمت AB ما 3000 متر بر قیمت دلتا تی ما هست 5400 ثانیه. بین 2 صفر با 2 صفر صورت خلاص میشه. اختصار میکنیم. 1 2 2 5 2 10 2 2 4 7 2 14. دوباره به 3 اختصار میکنیم. 5 2 10 5 3 5 3 15 9 3 27. V مساوی هست به 5 متر بر 9 ثانیه. بیاین 5 را تقسیم 9 کنیم. V مساوی هست به 0.55 متوالی متر بر ثانیه. این بود سرعت رضا. چون که سرعت ما قیمتش مثبت هست و فاصله ما هم قیمتش مثبت هست، یعنی که سرعت رضا هم جهت با تغییر فاصلهش هست. در سرعت هیچ وقت جهت را فراموش نکنید. وقتی دیدیم قیمت ما مثبت هست، تغییرات فاصله ما هم مثبت هست، پس میفهمیم که سرعت هم جهت با تغییرات فاصله ما صورت گرفته. خب شاگردای بسیار نازنین، اگر یک سوال دیگه داشته باشیم، در این سوال از ما تغییر موقعیت مثلا احمد را خواسته، تغییرات موقعیت احمد را پیدا کنید. در صورتی که زمانی را که احمد به خاطر همین تغییر موقعیت دادن خود در بر میگیره عبارت از 40 ثانیه باشه و سرعت احمد 30 متر بر ثانیه باشه. ما فرمول عمومی ما چی هست؟ V مساوی هست به AB بر دلتا T. به این قسمت چی نامعلوم هست؟ AB نامعلوم هست. بیاین طرفین و وسطین کنیم. طرفین وسطین، یک ضرب AB V ضرب دلتا T V دلتا T. فرمول پیدا کردیم به خاطر اینکه تغییر موقعیت احمد را پیدا کنیم. AB مساوی هست به جای V قیمتش را میگذاریم 30 متر بر ثانیه ضربه به جای دلتا تی هم قیمتش را میگذاریم 40 ثانیه. خب بیاین که ثانیه مخرج را با ثانیه صورت اختصار کنیم و بگوییم AB مساوی هست به 3 ضرب 4 12. 2 صفر می قسمت داریم 1200 متر. تغییرات موقعیتی که احمد انجام داده چقدر هست؟ 1200 متر. خب شاگردای بسیار نازنین، امیدوار هستم که بعضی سوالاتی را که امروز در قالب فرمول سرعت حل کردیم را یاد گرفته باشین و به خاطر از اینکه من مطمئن شوم که شما یاد گرفتین، براتون 2 سوال به حیث کارخانگی دارم. این سوالات را در کتابچه هایتان حل کنید، روز بعدی به صنف بیارین. من روز بعدی کتابچه همتان را میبینم. امیدوار هستم که جواب سوالات را درست پیدا کنید. اگر در یک جسم تغییرات موقعیت مساوی به 6 کیلومتر باشه، همچنان تغییرات زمان مساوی به 1.5 ساعت باشه، شما سرعتش را دریافت میکنید. سوال بعدیتان این هست که تغییرات موقعیت یک جسم را پیدا میکنید که سرعتش 750 متر بر ثانیه باشه و تغییرات زمانی را که همین تغییر موقعیت را انجام داده او باشه 45 ثانیه.
این 2 سوال را در کتابچه هایتان حل کنید. روز بعدی حتما من کارخانگی همتان را میبینم. خب شاگردای بسیار نازنین، امیدوار هستم که درس امروز را یاد گرفته باشین، سوالات را در کتابچه هایتان حل کنید و روز بعدی به صنف بیارین. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.